سلام، خیلی خوش اومدید به ویدیو انیمه دیگه. بعد از یه بار ضبط متوجه شدم این دوست عزیز اون کار نمی‌کرده و اصلا نبوده و الان دارم دوباره ضبط میکنم. توی این ویدیو میخوام در رابطه با یکی از عجیب ترین تئوریا درباره انیمه همسایه من توتورو براتون صحبت کنم که این تئوری خیلی عجیب و غریب و ترسناکه. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشید. قبل از شروع ویدیو لطفاً لایک و سابسکرایب کنید و منو به دوستانتون معرفی کنید اگر دوست دارید اطلاعات انیمه خودتون دوستاتون بره بالا. انیمه همسایه من توتورو، مای نیبر توتورو، محصول سال 1988. انیمه همسایه من توتورو، مای نیبر توتورو، محصول سال 1988 استودیو جیبلی، به کارگردانی شاهکار بزرگ جنت مکان استاد میازاکی. این انیمه بعد از مدت کوتاهی بعد از پخش تونست که نظر نقد مثبت خیلی از منتقدان از سر دنیا رو کسب کنه و نظر خیلی از مردم دنیا رو به سمت هنری که جدیداً توی ژاپن داشت پا میگرفت جلب کنه که همون انیمه است. خیلی این شاهکار رو بی نقص، بی نظیر و پر از زیبایی میدونن و خیلی این شاهکار رو نقطه عطفی توی انیمه، صنعت انیمه ژاپن میدونن. چرا که گفتم هم نقدای خیلی مثبتی کسب کرد، هم نظرات خیلی از مردم دنیا رو جلب کرد. من چرا دارم لال میشم؟ اما درست مثل هر شاهکار دیگه‌ای، پشت این شاهکار پر از تئوریا و نظریه‌های مختلف و گاهن مزخرف، واقعا مزخرف. یه چند تا از این نظریه‌ها رو خوندم و اینجوری بودم که بابا شماها خیلی دیگه گاوید، برای مطرح شدن دنبال هر چیزی میگردید. ولی توی این بین تئوری نظر من رو خیلی جلب کرد. این تئوری به قدری دقیق و منطقی و البته ترسناک و وحشتناک بود که استودیو سازنده رو توی سال 2007 مجبور میکنه که یه نشست خبری طور یه همچین جلسه اینایی مثلا برگزار کن، یا نمیدونم یه همچین جلسه مثلا برگزار بوده، اونجا ازش سوال پرسیدن، حالا به هر نحوی استودیو سازنده رو مجبور میکنه سال 2007 این تئوری رو رد کنه و بگه هیچ ربطی به انیمه ما نداره، لطفاً بکشید بیرون. اما همونطور که گفتم این تئوری انقدر دقیق و ترسناکه که کماکان بعد از گذشت این همه سال، فکر کنم الان سال 2024 دیگه، یعنی سال 1988، بعد از گذشت این همه سال هنوز طرفدارای خودشو بین مردم ژاپن داره و یه سری از منتقدین هم هستن که بر این باورن که این نظریه میتواند درست باشد. نمیگن درسته مثل اون مردم متعصب، ولی میگن که میتواند درست باشد. خودم که این نظریه رو خوندم سو بودم، ولی خب فکتایی که از این نظریه بود فکتای درستی به نظر می اومد و میگم نظریه واقعا ترسناکه. پس بدون معطلی بذارید در رابطه با این نظریه بهتون بگم. تئوری، چرا میگم نظریه؟ چیزی در رابطه با جنایت سامایا، خدایی اسمش سخته حاجی، مثل اصفهان و رشت و گیلان نیستش که راحت بتونی بگی. چیزی در رابطه با جنایت سامایا شنیدید؟ حق دارید، ناموسم منم نشیدم. خب چرا باید بشنویم؟ در اوایل ماه می 1963 در روستای سامایا ژاپن جسد یک دختر بچه کنار خیابون پیدا میشه که بهش تجاوز شده بوده و بعد به قتل رسیده بود. البته یک دو روز قبل یا مثلا دیروزش هم دخترها رو بوده بودن و میدونستن که روبوده شده، بعدن جسدش رو پیدا کردن. بعدها پلیس یه مردی رو دستگیر میکنه و اون مرد رو به جرم قتل و تجاوز به 30 سال حبس محکوم میکنه. ولی خیلی از مردم ژاپن باور داشتن که اون مرد بیگناهه. حالا دلیلش چیه؟ چون دقیقاً چند روز بعدش جنازه یه مردی همونجا که جنازه دختر پیدا شده بود پیدا میشه
و از قضا گروه خونی اون مردم با گروه خونی کسی که به دختر تجاوز کرده بوده یکی بوده از نظر پزشک قانونی. و از قضای بیشتر پلیس اعلام میکنه که این مرد خودکشی کرده که خیلی بر این باور بودن این مرد به خاطر عذاب وجدان خودکشی کرده. اما اینجاست که جناب پلیس برمیگرده و میگه که این مرد بعد از تحقیقات پزشکی قانونی مشخص شد که این مرد اصلا قابلیت کارای جنسی نداشته و مشکل داشته توی این قضیه، پس عملا قضیه تجاوز منتفی می شده و بله دیگه به خاطر همین تبرئه شد اون مرد مرده و اون مرد زنده 30 سال رفت زندان. حالا این داستانه چه ربطی به انیمه همسایه من توتورو داره؟ در وهله اول هیچ ربطی، اما دوستان پیگیر و دوستان سیمیج یه سری نکاتی رو از توی انیمه در آوردن که ربطش رو هی بیشتر و بیشتر میکنه. در ادامه در رابطه با چند تا از این نکات براتون حرف میزنم، درباره چند تا از این نکات صحبت میکنیم. کلمه درستش همینه. نکته اول، داستان انیمه همسایه من توتورو به احتمال 99.99% تو روستای سامایا اتفاق افتاده. چرا؟ چون که بیمارستان اون مادره، این در واقع دوتا خواهر دیگه و که مادرشون تو بیمارستان اون مادره ربط داره به شهرستان سامایا. حالا دقیقا من ربطشون نتونستم پیدا کنم، ولی خب مردم ژاپن دارن میگن دیگه، من کی باشم که نقضش کنم، حتما ربط داره. مورد دوم چیه؟ مورد دوم اینه که اون پیرزنه بود کارای خونه اونو انجام میداد. خب بغلش یه دونه جعبه تورینا هست که عکسشو اینور فضا بیشتر داره که بغلش یه دونه جعبه تور هست که روش نوشته چای سامایا. من اول فکر کردم چرت و پرته، بعد رفتم تو گوگل ترنسلیت سرچ کردم دیدم املای چای سامایا به ژاپنی دقیقاً میشه همون کلمات. پس این داستان کاملا درسته. بغل اون پیرزنه یه دونه جعبه است که نوشته چای سامایا، که یعنی چایی که برای سامایاست دیگه، از اونجا کشت شده از اینجور داستانا. رضا جان شما ساز میزنی؟ نه خیر. که البته باز اینم اونقدر دقیق نیست، ولی خب ما توی انیمه میبینیم که مردم اونجا به شدت مشغول کشاورزی و اینجور داستان هستن که توی واقعیت هم همین داستان صدق میکنه و چای سامایا رو ما در واقعیت هم داریم. مورد بعدی، داستان انیمه در رابطه با 2 تا خواهره که با موجودات عجیب غریبی آشنا میشن و دیدار میکنن. خب و داستان جنایت سامایا هم مربوط به 2 تا خواهره. درسته که من گفتم یه دختر پیدا شده که بهش تجاوز شده و اینا، ولی خواهر اون دختر هم به نوعی درگیر این قضیه بوده که در ادامه بهتون میگم به چه شکل درگیر این قضیه شده. و خب اینم یه شباهت دیگه، 2 تا خواهر اونور 2 تا خواهرم اینور. مورد بعدی اسم این 2 تا خواهره. اسم این 2 تا خواهر می و ساتسوکی هستش که می و ساتسوکی ترکیبش در زبان ژاپنی می شود ماه می، یعنی همون ماهی که جنایت سامایا تو سال 1963 توش اتفاق افتاده. نکته بعدی در رابطه با ارواح سیاهه. اون توپای کوچولو سیاه میدیدید که اون دختر بچه هی توی انیمه باشون ملاقات میکرد و از اینجور داستانا و هیچ خطری هم براش نداشت و خیلی گوگلی بودن. بر اساس یه افسانه توی ژاپن مردم بر این باورن که آدما قبل از مرگ اون ارواح رو میتونن ببینن. آره البته نه اینکه اونجوری گوگلی و فلان اینا، ولی معتقدن که ارواح کوچک سیاهی رو آدما میتونن قبل از مرگ ملاقات کنن. اینم یه دونه مدرک دیگه. فکت بعدی در رابطه با اتوبوس گربه‌ایه. یه اتوبوس گربه‌ای توی انیمه هست که توتورو، اون کاراکتر گربه ملوس داستان، با اون گربه اتوبوسیه این ور اون ور میره. داستان جای جالب میشه که بچه‌ها هم سوار اون اتوبوس گربه‌ایه میشن. حالا چرا میگم جالب؟ چون روی تابلوی یکی از تابلوهای اون اتوبوس گربه‌ایه چون روی یکی از تابلوهای اون اتوبوس گربه‌ایه نوشته شده که به سمت گور، به خاطر این گفتم گربه‌ای اول.
کشی شده به سمت گور و توی تیتراژ انیمه هم وقتی تیتراژ انیمه داره میخونه و خیلی گوگلی و اینا میگه که فقط بچه ها هستن که میتونن توتورو رو ببینن، یه همچین چیزی، دقیقا همچین چیزی، در واقع هم چیزی نه. آره خلاص تو تیتراژ هم میگه که فقط بچه ها میتونن توتورو رو ببینن. پس خیلی ها گفتن به احتمال زیاد توتورو اون گربه ملوس خدای مرگه و اون اتوبوس هم مسیریه که به سمت مرگ میره. حالا چرا خیلی ها میگن توتورو خدای مرگه؟ این که بچه ها میتونن توتورو ببینن که چیز بدی نیست، اما اینجاست که اون دوستان پیگیر میان وسط. اون دوستان پیگیر یه سوال خیلی مهم پرسیدن، گفتن حالا که شما برگشتید تو تیتراژ گفتید فقط بچه ها هستن که میتونن توتورو رو ببینن، پس چرا کانتا اون پسره که یه بچه است اون نمیتونه توتورو رو ببینه؟ پس نتیجه میگیریم که توتورو خدای مرگه و فقط کسایی که قرار بمیرن توتورو رو میبینن. خب حالا چه ربطی این جنایت سامایا به این انیمه داره؟ خب ما درسته که کانتا نمیتونه توتورو رو ببینن، اما اون دوتا خواهر که میتونن ببینن و تو جنایت سامایا که فقط به یه دونه دختر تجاوز شده بود و به قتل رسیده بود، پس نقش اون یکی چیه؟ اون دختر 16 ساله یه خواهر بزرگتر داشت. در واقع اون دختر 16 ساله گروگان گرفته شده بود و بعد از اینکه گروگان گرفتنش درخواست پول میکنن از خانواده این دختره. خواهر بزرگ اون دختر با پلیس هماهنگ میکنه و یه سری پولای تقلبی رو آماده میکنه که ببره محل قرار که بده به اون یارو، دختر خواهر کوچکش که نجات پیدا کرد، پلیسا بریزن سر اون یارو. اما نکته اینجاست که گروگانگیر متوجه این نقشه میشه و فرداش جنازه اون دختر 16 ساله رو پیدا میکنن. خواهر بزرگ این دختر به خاطر عذاب وجدان چند روز بعدش خودکشی میکنه و اینجوری میشه که هر دوتا خواهر میمیرن و اینجاست که قصه عجیب و عجیب تر میشه. همونطور که گفتم قبلا به این نتیجه رسیدیم که توتورو میتونه خدای مرگ باشه و از اونجایی که برگشتن و تو تیتراژ گفتن فقط بچه ها میتونن توتورو ببینن اما کانتا نمیتونه توتورو رو ببینه، بازم یه دلیل دیگه میشه که خدای مرگ باشه و هر دوتا خواهر میتونن توتورو رو ببینن که در جنایت سامایا هر دوتا خواهر مردن. همونطور که گفتم این داستان به قدری دقیق و ترسناک بود که استودیو جیبلی رو مجبور میکنه تو سال 2007 بیاد و این تئوری رو رد کنه، اما این تئوری هنوزم طرفدارای خاصه به خودشو داره. نظر شما چیه؟ به نظر شما همسایه من توتورو با اون فضاسازی گوگلی و جذابش آیا ربطی به جنایت سامایا داره؟ لطفا برام کامنت کنید. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. لطفا اگر دوست داشتید یک شارژش داره تمام میشه، وایسا جون مادرت وایسا، ضبط داره میکنه. آره دستم چقدر درازه حاجی، گامونه. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. اگر ویدیو رو دوست داشتید لطفا لایک کنید، سابسکرایب کنید، اون زنگوله بیل بیلکش هم بزنید و ما رو به دوستاتون معرفی کنید. من سعی میکنم داستانای جذاب حول محور انیمه رو براتون تعریف کنم، دانستنی ها، انیمه‌های باحال، کلا هر چیزی که در رابطه با انیمه است. توی قسمت بعدی هم در رابطه با این صحبت میکنم که چرا نباید به خودتون بگید اوتاکو. لطفاً تا ویدیوی این داستان منتظر بمونید و دیگه به خودتون نگید اوتاکو. اوتاکو واقعاً کلمه جذابی نیستش. حالا میگم چرا. خیلی متشکرم. تا ویدیو دیگه دوستان، خدا نگهدار.